برای چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با ساعت چند الان؟ یافه من معلوم ساعت 6 دقیقه صبح اومدیم. همچنین یاده میکنیم بارون داره میاد. داریم با پسر خالم سلام میریم ورزش کنیم، بهتری کنیم. داریم میریم به پارک محلمون و اونجا هم چند تا فیلم هم براتون حتما میگیرم. خب بریم، یه گوشی هم داره خیس میشه دیگه. بریم برسیم کلی ورزش کنیم، کلی حال کنیم و دیگه بر شما حتما میذارم. فعلا رسیدیم به اینجا. من اینجا رو گفتم چند بار بریم بیان همینو. حالا دور پارک هم که اینجاست چند دور بزنیم که گرم شیم. فعلا چند دور بزنیم که گرم شیم. بعد دیگه خلاصه چند تا تمرین، آره بعد دیگه نرمش و دویدن، چند تا ورزش یعنی شنا و دراز نشست و اینا بریم و دیگه بریم دیگه بوکس کار کنیم دیگه تمومه. خب ما بریم دیگه الان بدویم چند دور. اومدیم الان داریم دور پارک میگردیم. الان فعلا خوب نمیتونم ویدیو بگیرم چون دستم میلرزه. آره اینجاییم، خیلی هم هوا قشنگه، بارون داره میزنه. ایناش اینم پسر خالم سلام 20 بار به تو. ما بریم بچرخیم دور ویدیو رو میگیرم. الان نمیشه اصلا فعلا. آره بهتره کنیم فعلا. ما دوییم 5 دور اینجا. واقعا خیس شدیم، هم سردمون شدن، دو تا دست میلرزه. سردتون سه دستم یخ میزنه. آره خلاصه خیلی سرد. چند هوا چند درجه است گوشه حالا میزنم براتون، ولی هرچه زیاد نیست چون اگر یه زیاد باشه که ما واقعا یخ میزنیم. خب زدیم دوران رو بریم برای تمرین بوکسی. چند دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه بوکس بریم و بعد بریم برای شنا و شکم و یعنی شنا دراز نشست. خلاصه دیگه تمرینات دیگه که قرار بزنیم و شما هم ببینید. بریم که شروع کنیم.
ورزش‌ها رو کردیم. الان ساعت 7 صبح. خیلی هم حال داد، خیلی حال داد، خیلی خیلی خیلی. آره خیس هم شدیم ولی دراز نشست رو نتونستیم با هم بریم. یکم کثیف. آره نتونستیم بریم چون هم باسنمون خیس میشد هم کمرمون. تصمیم گرفتیم بریم خونه، اونم 3 ست 20 تایی بریم، یعنی 60 تا بریم. شنا هم که رفتیم و دویدن هم که 5 دور کامل اینجا دویدیم و اینا. همین گوشی که مشاهده میکنید اسم پارک و مشخصاتش. آره دیگه دویدیم و خیلی حال داد. حتما ساب کن و لایک کن چون اینجا فقط کانال برنده هاست. برنده ها اجازه ورود به این کانال دارن. بیاید بتره کنیم سال 1404 یک قول پیکری برای خودمون خواهیم شد. نه در این راه یا مثلا در دویدن اینا، هر کاری، نه ورزش، هر کاری توش کلا میتره کنیم. پس وارد این کانال شو که قرار کلی خوش بگذره و بتره کنیم. اینم واسه خالم. فعلا خدا حافظ.